خیلی 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 خوش اومدید به یه ویدیو تحلیل بررسی دیگه از کانال من. امروز بعدیم با تحلیل بررسی پک شو تایم اینترنشنال کاپ وال 5 یا پارت 5. رفقا ما یه تایم ویدیو نذاشتیم. اولین دلیل محکمش اینه که من ناراحت بودم از حذف رونالدو، واقعا ناراحت بودم و خب خیلی همه چیز برام کسل کننده بود. نمیتونستم ویدیو بگیرم و دوست نداشتم من ویدیو بگیرم. میخواستم یه ویدیو راجع به رونالدو بگیرم ولی خب گفتم فعلا نه. شاید جمعه یا شنبه یه ویدیو از کریستیانو رونالدو بیاد، چون خب اگه الان از رونالدو ویدیو بذارم اتفاقا یه ویو فضایی میگیره نسبت به کانال من، ولی من دوست ندارم واسه ویو این کار رو انجام بدم. سر همین گفتم فعلا ولش کن تا انشالله جمعه یا شنبه یه ویدیو خاص از کریستیانو رونالدو داشته باشیم. بازیکنی که دنیای فوتبال رو خیلی قشنگتر از اون چیزی که خیلی ها فکر بکنن کرد. بازیکنی که چه فوتبالی باشی چه نباشی قطعا با دیدنش حس خوبی پیدا میکنیم. همین میخوام حرفای خاصم رو بذارم واسه ویدئوی کریستیانو رونالدو، ولی قبل از اون بیاید بررسی رو انجام بدیم. خب اول همه از بازیکن‌ها پوتو شروع میکنیم. ببینید POTD مصطفی شوبیرش کارتش خیلی بده، یعنی آماره خوبه ها ولی بده در واقع. شبکه داشت چطور؟ چون این حرام لقمه بیشوخ، این حرام لقمه قدش 185، بعد جامپ نداره کلا. بابا تو مگه 2 متری که جامپ نداری؟ این چیزش بده. نیکو LVD فکر کنم این داداشمون آمار خوبی داره، استامینای بالاش خیلی کارتشو خوب میکنه، اسپیچ تابش خوبه، جامپینگ و فیزیکش خوبه، آمار دفاعش عالیه، بیشتر اسکلات تدافعی داره، هدینگ نداره، قدش هم خیلی بلند نیست. اگه یک مثلا 95 یا 96 بود با هدینگ 76 عالی میشد، ولی خب نه، قدش نسبتا کوتاه. بازیکن بعد لاتار مارتینز یه پوچریه که تمام آمار رو تقریبا داره اما فینیشینگ و اورنیستش بالای 90 نیست. اگه این کارت، البته فکر کنم با مارتینز بالا 90 میشه، بذار مارتینز رو بذاریم، جالبه با مارتینز هم بالا 90 نشه. اگه این کارت در واقع اسپیچ تابشو ازش هر کدوم یه دونه کم میکرد به فینیشینگ و اورنیستش میداد خیلی عالی میشد. تنها چیزی که میتونه کارتو خاص کنه سوپر سابشه که سوپر ساب داره و پیپون کراسینگ هم داره، یعنی میتونید نیمه دوم بیارینش، ولی خب فکر نکنم آنچنان چیز خاصی باشه. انزو فرناندز باکس تو باکس، تنها چیزا بالا نهادش استامنا و شتابشه. فینیشینگش بده واقعا، یعنی فینیشینگ باکس تو باکس باید حداقل یه 75 یا 76 باشه، نه به زور با بوستر به 74 برسه. هدش خوبه، قدش کوتاه نسبتا، جامپ آنجان بدی نیست. آمار دفاعی ببین اوورال داره ها، ولی کارتی نیست که من بپسندم و این یه حقیقتیه. در کل بهترین بازیکن پک اگر بگیریدش اول بنظرم لاتارو یه سوپر ساب خوب میتونه باشه، بعدش الویده، بعدش فرناندز، بعدش هم شوبیره. چرا الوید؟ چون به هر حال یه دفاع خوبیه، یعنی یه دسترویل خوبیه اول آخر. اما انزو فرناندز اون کارت رایگان ندونه که بهتون میده از این بهتره. میرسیم به این پک جذاب، یعنی ارلینگ برات هالند.
داداشمون میتونید برسونیدش به اوورال بالایی، یعنی شما این داداشمون رو راحت میتونید با یه همچین حرکتی به یه غول تبدیلش کنید. و بذارید اینطور بهتون بگم، لو اسکمر بولت هدر، این کارت فینیشینگ به شدت هیولاواری داره. یعنی شما اگه از این کارت حتی از جامپش بزنید میتونید به فینیشش بدید که فینیش به شدت هیولاواری داره. هدینگش عالیه، قدش بلنده، فیزیکش خوبه، جامپش خوبه، اسپیچ اتاپ داره، کیکین پاور داره، اورنیس داره. میتونم بگم بهترین فاکس این باکس بازی با اختلاف تا به اینجای گیم این کارت ارلینگ هالنده. و چرا؟ چون فاکس این باکس به هد خیلی نیاز داره، چون برخلاف پوچر که سرعت و شتاب میخواد چون میزنه به عمق، فاکس این باکس اینطور نیست، داخل باکس معمولا واسه خودش کمین میکنه، پس هد و فیزیک خیلی نیاز داره. حالا دوتاشو داره، اسپیچ شتاب هم میخواد، چون بعضی وقتا شما وقتی با دروازه‌بان سانت میکنید واسهش، میزنید زیرش، اون توپو میاره پایین، میزنه به عمق، پس اسپیچت هم نیاز داره، هالند داره، فینیش هم میخواد که هالند داره، تمام اسکیلای مهمم داره، فایتینگ اسپریت آریال هم داره، هدینگو داره، آکروبات فینیش هم داره، بولت هدر و لو اسکمر هم داره. کارتش خیلی قوله، خیلی قوله، یعنی من به شدت با این کارت هالند حال کردم. بهترین کارت فاکس این باکس بازی 5/5 میگیره، 5/5 میگیره، و برخلاف بقیه کارتاش این کارت به نظرم بالانس خوبی هم داره حتی، و این خیلی خوبه، یعنی هالند نسبتا بالانس خوبی هم بهش دادن. کارت بعدی کریستیان کیه؟ نمیدونم، همین دیکترالته بابا ولش کن، خیلی اسمت مزخرفه، این بمیری. دیپلاینه که اسپید نداره تموم شد. دیپلاینه که اسپید نداره، هر چقدر شما به اسپیدش بدید برحال، یعنی اسپید داره ولی خب مجبورید در فینیشش کم کنید که خود فینیشش هم خیلی چیز خاصی نیست، در کل کارت آشغالیه، چرا دروغ. یعنی تنها چیزی که این کارت داره اینه که همه چیو داره حدودی، دریپ داره، بال کنترل داره، لو پاس داره، لفتد پاس داره، جامپ داره، فیزیک داره، هد داره. تنها مزیت این کارت اینه که از همه چی کم داره. اس بزاید احتمالا خیلی جواب باشه، کناره مهاجم پوچر ریزه میشه احتمالا جوابشو بگید، ولی به این کارت اصلا شاید به زور مثلا 4 بدم، چون اسکیل خاصش هم آنچنان خفنی نیست، یعنی ماجیک فیت اصلا به درد مهاجم نمیخوره. یعنی من نمیدونم کنامی وقتی داشته این کارتو میساخته به چی فکر میکرد که ماجیک فیت تو داده به این داداشمون. البته خب دف هم داره یکم، یعنی گفتم تنها مزیت این کارت اینه که از همه چیز کوچولو جا کردن داخلش. به هر حال بعد کارت جود بلنگ همه که تای اوورال خوبی میره بالا، 106. خب نمیدونم چرا اما حس جذابی نمیده کارتش. یعنی به هر حال ببینید شما میتونید دریپلش بزنید، پاسش بزنید، نه دادش پاس نیفتم، از پاس خاک برس، و به هدش بدید و به هدش بدید. کلن کارت خیلی خوبی، اسکیل فورترس داره، فنامنال فینیش داره با فورترس، کارت جذابیه، وایو گولیت میده تا حد زیادی، اسپید خوبی داره، شتاب خوبی داره، کیکین پاور داره، جامپ داره، فیزیک داره، دریپلینگ، اورنیس، فینیشینگ، لفتد پاس، لو پاس، هد، همه چی داره. کارتش خیلی کارت جذابیه، دف داره، هافبک وسط
احتمالا براتون خارق‌العاده عمل کنه. من به این کارت 4.5/5 میدم. شاید داشت تو که گفتی زیاد به وایب جذاب نمیم، چون واسه هول پلیر من 3 تا چیز برام ملاکه که خیلی برام، که این 3 تاش هم تقریبا اونطور که من میخوام نه، یعنی اسپیچ شتاب و کیکین پاور. و متاسفانه این داره همشونو، ولی اون بی نقصه نیست. یعنی من کارت هول پلیر ایتو و ناکامورا بیشتر میپسندم، ولی اینم یه هول پلیر خارق‌العاده است. کلا بیلینگام گیم پلی خوبی داره، حالا جدا از هر چیزی. و من به این کارت 4.5/5 میدم. پس چی شد؟ هالند 5/5، بیلینگام 4.5/5 و این مهاجر بلژیکی خاک بر سرمونم بهش 4/5 نه 3.5/5 ما میدیم، چون خیلی آشغال کارتش، واقعا دارم میگم. یعنی دیپلاین فوروارد های هریکین بعضا از این ممکنه بهتر باشن. همین رفقا، امیدوارم لذت کافی از این ویدیو برده باشید. اگر دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید تا یه ویدیو دیگر. فعلا بد رود.